لیتسه دانشگاه دولتی آموزگاری تاجیکستان به نام صدرالدین عینی سال 2023 با تشبث و غمخوری به واسطه پیشوای ملت محترم امام علی رحمان از روی رویه طبیعی ریاضی بخشیده به 20 ساله آموزش و رشد فنهای طبیعت شناسی دقیق و ریاضی در ساحه معارف تأسیس داده شد. برای به تعلیم فرا گرفتن خوانندگان در لیتسه مذکور آموزگاران صاحب تجربه و بلند اختصاصی دانشگاه دولتی آموزگاری تاجیکستان به نام صدرالدین عینی و دیگر آموزگاران از روی فنهای گوناگون درس می‌دهند. لیتسه رویه طبیعی ریاضی که در پایه دانشگاه دولتی آموزگاری تاجیکستان از سال 2023 تأسیس یافته است. در این طول فعالیت 3 ساله لیتسه مذکور توانست که در المپیادهای سطح ناحیوی، شهری، جمهوریوی و اینچنین بین المللی خوانندگان را آماده نمایند و سزاوار جایهای نمایان گردند. و عین زمان لیتسه زیاده از 659 خواننده دارد و در لیتسه مذکور بیشتر استادان به تعلیم و درس جلب شده هستند که اکثریت آنها نامزدان علمی باشند و استادان دائمی یا اینکه شتاتی خود همین دانشگاه دولتی آموزگاری تاجیکستان به نام استاد صدرالدین عینی هست که به خوانندگان از فنهای مختلف درس میگویند. لیتسه از روی رویه طبیعی ریاضی فعالیت نموده تعلیم در آن با زبانهای تاجیکی، روسی و انگلیسی براه مانده شده است. لیتسه دارای 32 صنفخانه تعلیمی بوده، عین حال در آن 659 نفر خواننده در 32 گروه به تحصیل فرا گرفته شدند که به آنها 33 نفر معلمان اساسی و 25 نفر آموزگاران از کافدرهای دانشگاه دولتی آموزگاری تاجیکستان به نام صدرالدین عینی درس میگویند. سال تحصیلی 2025 برای تمام آموزگاران و خوانندگان لیتسه یک سال فراموش نشونده می باشد که در آزمون‌های جمهوری که از جانب پیشوای معظم ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان اعلام گردیدند، خوانندگان ما فعالانه اشتراک نمودند، اما مخصوصا در آزمون تاجیکستان وطن عزیز من که این آزمون از جانب پیشوای معظم ملت اعلام گردید به واسطه سرپرست اساسی آزمون خودی پیشوای معظم ملت می باشند. خوانندگان ما فعالان اشتراک نموده تا به دور جمهوری تا دور نهایی رفته اشتراک نمودند. بعدا در آزمون علم فروغ معرفت از روی نمینت خیمیا فعالانه اشتراک نموده در سطح جمهوری سزاوار جای سوم گردید. این افتخار تمام خوانندگان و آموزگاران لیتسه نزد دانشگاه دولتی آموزگاری تاجیکستان باشد. مخصوصا آزمونی که امروزها در تمام جمهوری موقع خاصه خود را پیدا کرد که سال هفتم است که در سطح جمهوری دوام دارد. این آزمون فروغ صوب دانایی کتاب است می باشد که از جانب خود پیشوای معظم ملت مبلغ آزمون 1 برابر زیاد کرده شد که هوسمندی نسبت به آزمون مذکور روحیه خوانندگان زیاد گردید. نوابسته از آنی که لیتسه از روی رویه طبیعی ریاضی فعالیت میکند، اما خوانندگان از روی تمامی فنها در آزمون و المپیاده ها فعالانه شرکت می‌ورزند. در آزمون های سطح جمهوری داشته از جمله آزمون فروغ صبح دانایی کتاب است، علم فروغ معرفت و تاجیکستان وطن عزیز من نیز خوانندگان لیتسه مذکور فعالانه اشتراک نموده غالبیت را به دست آوردند که باعث افتخار کل آموزگاران و خوانندگان است. واقعا خوانندگان لیتسه در سال 2025 توانستند در آزمون علم فروغ معرفت اشتراک نمایند و در سطح جمهوری سزاوار جایهای نمایان گردند و غیر از این در آزمون فروغ صوب دانایی کتاب خوانندگان لیتسه نیز شرکت ورزیدند که در این آزمون علاقه خوانندگان لیتسه ما سزاوار 2 جای افتخاری هم جای دوم و هم جای سوم گردیدند که علاقه باعث افتخار است برای لیتسه دانشگاه دولتی آموزگاری. و چند روز پیش در دولت مالایزیا علاقه یک المپیاد سطح بین المللی برگزار گردید که خوانندگان لیتسه نیز در آن المپیاد اشتراک نمودند، سزاوار جایهای نمایان گردید و به وطن عزیزمون برگشتند. اینها توانستند که پرچم تاجیکستان عزیزمون را در سطح بین المللی پرافشان نمایند. مسئله تعلیم و تربیت نسل نورس و پیشبرد کاری ساحه معارف همیشه زیر توجه و غمخوری حکومت مملکت قرار دارد. برگزاری آزمون‌های جمهوری، تشکیل مرکزهای کسب آموزی، زبان آموزی و با شرایط معاصر فراهم نمودن تمام مؤسسه‌های تعلیمی دلیل توجه راهبر کشور است. نورسان و جوانان را تنها ضرور است که از این شرایط‌ها استفاده نموده پی آموزش زبان‌های خارجی و علم‌های زمانی معاصر باشند.